سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم که همه شما خوب و خوش باشید. امروز میخواستم در رابطه با یکی دو تا مسئله با شما صحبت بکنم. نخست این که چرا مدتی است با محمد منظرپور مصاحبه نمی کنم. تعدادی از دوستانم از من پرسیدن که چرا این مصاحبه ها قطع شده و دیگر من با محمد منظرپور صحبت نمی کنم. مدت‌های زیادی بود که با محمد منظرپور گفتگوهای ویدیویی داشتم. بعد در برنامه‌هاش شرکت می‌کردم. محمد منظرپور در آغاز مواضعی در حمایت از منافع ملی، دفاع از سرزمین ایران، حمایت از مبارزات مردم ایران و تأکید داشت بر ضرورت یک نظام مستقل و عدالتخواه و در عرصه مبارزه سیاسی در یک سال گذشته هم سعی کرد چنین چهره‌ای رو از خودش نشون بده. گرچه اون رو در گذشته میشناختم، نوازه بسیار نادرستی هم داشت و با رسانه‌های متعددی همکاری کرده بود، از جمله BBC، صدای آمریکا و ایران اینترنشنال. اما بعد از مدتی مواضع خودش رو نقد کرد و تصمیم گرفت رسانه نسبتاً مستقلی درست بکنه برای خودش. رسانه‌ای که هدفش در واقع این بود که صدای مستقل باشه و نه تکرار صدای رسانه‌های جنگ طلب خارجی که هدفشون فقط انحراف افکار عمومی و نابودی سرزمین ماست. و در این حال نمیخواست رسانه‌ای باشه که هدفش تایید و تمجید رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران باشه و مدح و ثناگوی اونها. بنابراین این رسانه جدید رو درست کرد و من هم تصمیم گرفتم که با ایشون همکاری بکنم و مدتی هم در برنامه های ایشون شرکت کردم و حتی از دوستان خودم هم خواستم که در برنامه های ایشون شرکت کنند و به او کمک کنند که این رسانه روی پای خودش بایسته و بتونیم صدای مستقلی رو در حقیقت داشته باشیم. تصور من در ابتدا همین بود که این صدای مستقل هست. مسئله ما دفاع از سرزمینمون هست، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور هست و مخالفت با جنگ و ویرانی سرزمینمون و مخالفت با جریانات و صداهایی که به دنبال ایجاد نفرت و برادرکشی در کشور ما بودند. صداهایی که در عین حال اسلام هراسی می‌کردند، اسلام ستیزی می‌کردند و تمام تلاششون هویت زدایی هست از مردم ایران و در حقیقت توجیه رفتارهای جنایتکارانه‌ای که پس از این هویت زدایی ها امکان تحقق پیدا میکنه. بعد از مدتی که با هم کار میکردیم، کم کم آقای محمد منظرپور مواضع خودشون رو تا حدودی تغییر دادن. البته پس از مدتی که از همکاری ما با ایشون گذشت و ایشون هم کانال ویدیویی درست کردن که در یوتیوب بینندگان نسبتا خوبی پیدا کرد. اما کم کم متاسفانه آقای منظرپور از افرادی دعوت کردند برای مصاحبه ها و اظهار بیانات و نظراتشون که واقعا اونها به شدت مواضع ضد ایرانی دارند و حتی مدافع حمله نظامی به ایران بودند و هنوز هم هستند و نشون دادند که در راستای یک گفتمان ملی حرکت نمی کنند. بعد از روشن شدن این مواضع و تغییراتی که در رفتار ایشون من دیدم و به طور خاص در برنامه هایی که حس کردم به بسیار از دوستان ما توهین میکنه، دوستانی که سوابق مبارزاتی بسیار طولانی دارن، مثل دکتر مرتضی محیط، آقای دکتر رامین کامران، دکتر محمد سحیمی، دوست بسیار خوبم خانم ملیحه محمدی و تعداد دیگر از دوستانی که در مسابقه او شرکت می‌کردند، بارها و بارها مورد بی احترامی قرار گرفتند و شرایط بسیار غیر حرفه‌ای رو ایشون به عنوان یک ژورنالیست در این مصاحبه ها در پیش گرفت و نتیجتاً به اونجا رسید که بسیاری از این دوستان دیگر فعالیت خودشون رو با ایشون پایان دادن و دیگر همکاری نمی کنن.
به همین دلیل منم تصمیم گرفتم که دیگه در برنامه های ایشون شرکت نکنم و برای ایشون یک پیامی گذاشتم که چرا در برنامه هاشون شرکت نمی کنم. اما بسیار از دوستان از من میپرسن که چرا شرکت نکردین. به این دلیل همین پیام رو برای شما دوستان میذارم که بدونید که دلیلی که ما شرکت نمی کنیم، من و تعدادی دیگر از دوستانمون، این هستش که مواضع سیاسی ایشون نه تنها عوض شده، بلکه در جهت رسانه هایی هست که مشوق تجاوز نظامی به کشور ما شدن. غیر از اینکه ایشون مشوق تجاوز نظامی شده و نیروهایی رو میاره که در حقیقت مشوق تجاوز نظامی به کشور هستند، در بیشتر برنامه‌هاش تصمیم گرفته که شایعه پراکنی میکنه، اخبار دروغ میگه، با بیان مطالب نادرست سعی میکنه که افرادی رو که مصاحبه میشن در جهت خاصی سوق بده، جهتی که به نظر من سیاست‌های ضد ملی هست و جنگ طلبانه هست. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که دیگه با ایشون فعالیتی نداشته باشم. اولویت من همیشه در تمام طول فعالیت‌های سیاسیم حفظ تمامیت ارضی، تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بوده و هنوز هم هست. حضور رسانه‌ای من هم همواره در همین مسیر، در مسیر همین ارزش‌ها بود. همین ارزش‌هایی که همیشه سعی می‌کردم که در طول صحبت‌هام، نوشته‌هام، اونها جای شایسته خودشون رو داشته باشند. همینجا لازم میدونم که بگم هدف من خودنمایی واقعا نبوده و نه ایجاد یک گروه هوادار رسانه‌ای. میدونم که هستن افرادی که به خاطر که گروه های هوادار رسانه‌ای میخوان پیدا بکنن، میخوان سلبریتی بشن، میخوان از این طریق راه و رسم به اصطلاح تجارت کاسبی بکنن. اما هدف من چنین چیزی نیست. به همین دلیل هم برام مهم هستش که در کجا و در کدام رسانه و با چه افرادی صحبت کنم. هدف اصلی من واقعا آگاهی رسانی هست، تحلیل وقایع ایران بر اساس واقعیت‌های زمینی هست و نه آرزوهایی که دارم و نه دروغهایی که در شبکه‌های رسانه‌ای موجود در حقیقت به اونها دامن میزنند و به دنبال این هستند که ما تحلیل هایی رو بکنیم یا نظراتی رو ارائه بدیم که مبتنی بر واقعیت جامعه ما نیستند. هدف من واقعا تحقق یک نظام دموکراتیک هست، نظامی که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشه. به همین دلیل هم در تمام سالهای گذشته در همه مقالات، مصاحبه های متعدد، در نهایت همین هدف رو دنبال کردم. از آشفتگی و اختلال فکری در جامعه ایران سعی کردم جلوگیری بکنم با بیان واقعیت ها و مواضع و رفتارهای گروه های سیاسی مختلف رو سعی کردم توضیح بدم، تحلیل بکنم نظرات اونها رو و نشون بدم به شما که این مواضع و تحلیل ها چه سمت و سویی داره. همینطور در رابطه با مسائل ایران، چه در رابطه با مسائل بین المللی، چه مسائل منطقه‌ای، چه مسائل داخلی. بنابراین هدف من از این مصاحبه ها و نوشته ها در نهایت آینده سرزمین ما است. آینده ای که در اون تلاش بکنیم این سرزمین موجودیتش به خطر نیفته، جنگ و برادرکشی در کشور ما اتفاق نیفته و مردم کشور ما نهایتا زندگی بهتری داشته باشند، در صلح و آرامش بتونن زندگی بکنن و در فضای آرام، انسانی و به دور از جنگ و برادرکشی درباره سرنوشت خودشون بتونن تصمیم بگیرن. سرنوشت کشور ما باید واقعا به دست مردم خود ما تعیین بشه. هیچ کس دیگری حق نداره در امور داخلی کشور ما دخالت کنه و یا ابزار دخالت دیگران باشه. بسیار از رسانه ها متاسفانه این روزها
ابزار دخالت دیگران، کشورهای خارجی، سازمانهای امنیتی کشورهای خارجی در امور داخلی ما شدند. این دخالت‌ها چه به بهانه نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران باشه به عنوان یک نظام ناکارآمد و چه به بهانه ایجاد خوشبختی برای آینده مملکت ما، به نظر من هیچ فرقی در اساس نمی‌کنه. ما اونقدر تجربه تاریخی و آگاهی سیاسی در این سالها پیدا کردیم که بفهمیم هیچ کشوری جز برای منافع خودش دست به هیچ اقدامی نمیزنه، اون هم اقدامی مثل جنگ که روزانه میلیاردها دلار مخارجش هست و سربازان خودش، نیروهای متخصص خودش رو باید فدا بکنه. بنابراین کسانی که به ما میگن برای آزادی ما اقدام به جنگ و تجاوز نظامی به کشور ما میکنند، باور نکنید، این فقط یک دروغ شرورانه بیشتر نیست. همینطور که نظام جمهوری اسلامی ایران در پی تأمین منافع خودش هست، چه در داخل کشور و چه در منطقه و در سطح جهان. بنابراین این هم در مورد کشور خود ما صادق هست و هم در مورد دیگر کشورها. من به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که چند دهه هست در حال حاضر در مهاجرت زندگی میکنم، تمام هدفم و فعالیت سیاسی و مدنی، حقوق بشری، نوشتاری، گفتاریم نهایتاً به خاطر این هستش که میخوام مردم کشور ما در محیطی آرام، به دور از تنش‌های داخلی، به دور از تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، بتونن در تعیین سرنوشت خودشون نقش فعال داشته باشند و مشارکت کنند. اعتقادم بر این هستش که تنها و تنها از طریق مشارکت مردم هست که ما میتونیم نظامی رو در ایران تصور کنیم یا بسازیم که بر اساس منافع مردم ما، بر اساس توافق جمعی مردم ما و بر اساس امکانات واقعی موجود در جامعه ما شکل بگیره. نظامی که بر پایه فرهنگ ما باشه، تمدن و زبان و تنوع قومی، دینی و فرهنگی موجود در جامعه ما بنا بشه. هیچ نیروی خارجی به نظر من شناخت دقیقی از جامعه ایران نداره و نمیتونه نظامی رو مطابق با خواست مردم کشور ما درست بکنه. هر نظامی که به نظر من به دست نیروهای خارجی در ایران مستقر بشه، یا هر نیرویی که با حمایت نیروهای خارجی بخواد در کشور ما نقش ایفا بکنه، در حقیقت در جهت تأمین منافع کشورهای خارجی عمل کرده و نه در جهت منافع ملی مردم سرزمین ما. بنابراین اگر فعالین سیاسی در خارج از کشور واقعاً به آینده صلح‌آمیز ایران و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم ایران باور دارند، باید در یک اصل با هم توافق داشته باشند و اون هم کوتاه کردن دست نیروهای خارجی از سرنوشت کشور ما هست. ما هممون میدونیم که این دخالت‌ها اشکال مختلفی داشته در طول چند دهه گذشته، از تحریم‌های کمرشکن اقتصادی گرفته تا فشارهای بین‌المللی، بستن حساب‌های بانکی، تا ایجاد جنگ و درگیری و ترور در داخل کشور ما و متاسفانه در حالت بدی که الان به اون گرفتار شدیم، دامن زدن به آشوب‌هایی که ممکنه به برادرکشی و حتی نسل‌کشی در کشور ما منتهی بشه. تجربه چند دهه گذشته به همه ما نشون داد که هر وقت که کشورهای خارجی در کشورهای دیگری دخالت کردند، اول از همه اون دخالت‌ها نتیجه‌ای نداده و نظامی رو که در اون کشورها به وجود آورده نظامی مردمی نبوده. ما هممون به یاد داریم که این دخالت‌ها در عراق، افغانستان، سوریه و لیبی و بسیاری از کشورهای دیگه، چه در دهه‌های اخیر و چه در تجربه‌های تاریخی طولانی‌تر، به ویرانی، کشتار و نابودی سرزمین اونها منجر شده. نظام‌هایی که پس از این مداخلات در این کشورها شکل گرفتند،
نه هیچ کدوم نظام‌های مردمی بودند و نه در جهت تحقق آرزوها و خواستهای مردم این کشورها حرکت کردند. فقط کافیه به جنگ در افغانستان و لیبی و سوریه و نتایج اون برای مردم در این سرزمین‌ها نگاه کنید و ببینید چه بلایی بر سر این مردم و این سرزمین‌ها آمد پس از این دخالت‌های نظامی که همه هم ادعای تحقق دموکراسی و آزادی مردم اونها رو داشتن. در مورد ایران هم به نظرم همین واقعیت صادق هست. ایران ما استثنا نیست. ما هم مردمی استثنایی نیستیم. اگر اختیار تعیین سرنوشت کشور ما به دست نیروهای خارجی سپرده بشه، ما هم ناگزیر همون سرنوشتی رو تجربه خواهیم کرد که کشورهای دیگری که مورد تجاوز قرار گرفتند در حال حاضر و یا در گذشته تجربه کردند. بنابراین اینجا لازم هست که همه ما یک صدا و در کنار همدیگه به این واقعیت مسلم توجه بکنیم که تعیین سرنوشت کشور ما باید فقط و فقط به دست مردم خود ما صورت بگیره و این کار واقعا با توجه به امکانات واقعی جامعه ایران و با در نظر گرفتن همه تنوعها و رنگارنگی‌های موجود در کشور ما میتونه با کمترین هزینه ممکن و با بیشترین دستاورد از طریق مسالمت آمیز و بدون دخالت خارجی صورت بگیره. من از همه شما خواهش میکنم توجه بکنید. کسانی که تحت عنوان رهایی، آزادی سرزمین، توسعه، زندگی بهتر و با این وعده ها تجاوز نظامی و جنگ رو برای شما توجیه میکنن و یا از شما میخوان که جنگ کنونی رو بپذیرید، بفهمید که به شما دروغ میگن. دروغی است شرورانه که نتیجه اون اگر پذیرفتید جز ویرانی، بدبختی، برادرکشی و ناامنی در کشور ما نخواهد بود. امیدوارم همه شما در آینده نزدیک در صلح و سلامتی زندگی کنید و در کنار همدیگه سرنوشت کشور خودتون رو به دست بگیرید. ما هم در خارج از کشور، در مهاجرت، دلمون همراه شماست. آرزوی خوشبختی و سلامتی و صلح و آرامش برای شما داریم و آرزوی سربلندی، توسعه و پیشرفت و داشتن یک کشور قدرتمند که هم شما و هم ما به اون ببالیم و سرمون رو بلند بگیریم و در همه جای ایران با در دست گرفتن پرچم کشور خودمون و نه پرچم اسرائیل و آمریکا که به ما حمله کردند در خیابانها با افتخار رژه بریم و به مردم دنیا نشون بدیم که ما سزاوار هستیم، توانایی اون رو داریم و عزم و اراده اون رو داریم که سرنوشت خودمون رو خودمون رقم بزنیم. زنده و پایدار باشید.